درود به همه لیورپولی های عزیز. من احسان هستم و اینجا در چنل لیورپولی ها قلب تپنده آنفیلد در ایران در خدمتتون هستم. لیورپولی ها جرمی فریمپونگ رسما با قراردادی 5 ساله به لیورپول پیوست. جرمی فریمپونگ متولد 10 دسامبر سال 2000 در آمستردام هلند و با اصالتی غنایی است که قابلیت بازی در پست مدافع راست و وینگر راست را دارد. پای تخصصی او راست و قدی 171 سانتی متری دارد. نقطه قوت او پرس کردن زیاد و نقاط ضعفش دوئل‌های هوایی و کنترل توپ است. فریمپونگ در سن 9 سالگی به منچستر سیتی پیوست و با حضور منظم در لیگ برتر 2 و لیگ جوانان یوفا در رده‌های جوانان باشگاه پیشرفت شایانی کرد. در تاریخ 2 سپتامبر 2019 قراردادی 4 ساله با سلتیک امضا کرد. در اواخر همان ماه او اولین بازی حرفه‌ای خود را در 1/4 نهایی جام اتحادیه اسکاتلند انجام داد. او خیلی زود تاثیرگذار نشان داد و در اولین بازی خود جایزه بهترین بازیکن مسابقه را به دست آورد و به بازیکنی ثابت در تیم اصلی تبدیل شد. سرعت و مهارت او مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و باعث محبوبیت او در بین هواداران سلتیک شد. در ژوئن 2020 فریمپونگ به عنوان بهترین بازیکن جوان سال سلتیک برای فصل 2019-2020 توسط هواداران این باشگاه انتخاب شد. در تاریخ 27 ژانویه سال 2021 فریمپونگ با امضای قراردادی به بایر لورکوزن آلمان پیوست. آمار کلی جرمی فریمپونگ در 6 فصل اخیر: آمار شوت جرمی فریمپونگ در 6 فصل اخیر: آمار کار تیمی جرمی فریمپونگ در 6 فصل اخیر: آمار پاس جرمی فریمپونگ در 6 فصل اخیر: آمار عملکرد دفاعی جرمی فریمپونگ در 6 فصل اخیر: جرمی فریمپونگ در 12 بازی برای تیم ملی بزرگسالان هلند 1 گل به ثمر رسانده و 2 پاس گل داده. جرمی فریمپونگ پس از امضای قرارداد با لیورپول گفت: به عنوان یک فوتبالیست از زمان کودکی همیشه دوست داری برای تیم‌های بزرگ بازی کنی. وقتی جوان‌تر بودم و لیورپول برای اولین بار به سراغم آمد، تصمیم گرفتن واقعاً ساده بود، اما به خاطر حمل و نقل و باقی مسائل مجبور شدم مسیر دیگری را بروم. ولی حالا من در اینجا هستم و همه چیز خیلی خوب پیش رفت. من قرار است با تمام تلاش و انرژی و با تمام وجودم برای تیم تلاش کنم. امیدوارم بتوانیم پیروز شویم، جشن بگیریم و جام‌ها را ببریم. من از حضور در اینجا هیجان زده‌ام. از شما ممنونم که مرا پذیرفتید. شما را ناامید نخواهم کرد. آنفیلد بهترین ورزشگاهی بود که وقتی در لورکوزن بودم در آن بازی کردم. جو ورزشگاه، هواداران و تیم، همه چیز فوق‌العاده بود. نیازی نیست زیاد در مورد کیفیت لیورپول صحبت کنم. آنها قهرمان لیگ شدند. برای من بازی کردن مقابل لیورپول وقتی در لورکوزن بودم واقعا سخت بود. همه چیز خیلی راحت
خواهد پیش رفت. لیورپول آمد و گفت که به من علاقه دارد و برای من خیلی جذاب بود. به مدیر برنامه‌هایم گفتم لطفاً هر کاری لازم است فقط انجامش دهید و خوشحالم که همه چیز خوب پیش رفت. من با اسلوت صحبت کردم. او خیلی مثبت به نظر میرسد. او میگوید که من میتوانم انرژی زیادی به تیم بیاورم. وقتی یک مربی مثبت صحبت میکند به شما اعتماد به نفس زیادی میدهد که به شما ایمان دارد. من گفتگوهای خوبی با او داشتم. من واقعا از همکاری با اسلوت هیجان زدم. حتی وقتی در تیم ملی بودم بعضی از بازیکنان فاینورد در مورد او با من صحبت میکردند و میگفتند او بهترین مربی است که تا به حال داشتیم. ویرجیل با من تماس گرفت و کمی بیشتر در مورد لیورپول و انتظارات موجود و باقی مسائل با من صحبت کرد. این باعث شد احساس کنم که بچه‌ها از من به خوبی استقبال خواهند کرد. این همان چیزی است که از ویرجیل انتظار دارم. همانطور که او در تیم ملی است. او شخصیت بزرگی دارد. هر جا بودم همیشه قهرمان شدیم. می‌خواهم با لیورپول سگانه ببرم. می‌خواهم جام ببرم. من فوتبال بازی می‌کنم تا جام ببرم. بنابراین می‌خواهم تا جایی که می‌توانم جام ببرم. رژه قهرمانی را در شبکه‌های اجتماعی دیدم. فوق‌العاده است. می‌خواهم 100% بخشی از آن باشم. ما فوتبال بازی می‌کنیم تا هواداران را خوشحال کنیم و وقتی قهرمان می‌شویم با آنها جشن می‌گیریم. بازی کردن با بازیکنان کلاس جهانی به عنوان یک فوتبالیست حس فوق‌العاده‌ای دارد. این یک امتیاز است. مثل اینکه قرار است من در کنار محمد صلاح باشم. این یک موهبت است که می‌توانم بخشی از آن باشم. بی‌صبرانه منتظرم تا با او ارتباط برقرار کنم. امیدوارم به خوبی با هم ارتباط برقرار کنیم. پیشرفت بخشی از فوتبال است. هرگز از خود راضی نباشید. همیشه جا برای پیشرفت و انجام کارهای بیشتر وجود دارد. خب دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً چنلم رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید من آگاه بشید. تا ویدیوی بعدی همتون رو به خدای مهربون میسپارم.